به برنامه امروزه ما شاعر معروف ادبیات معاصر تاجیک بازار صابر حضور دارد. درباره وطن میخونم. از خاک وطن گوری پدر در دل ماما، مادر چو مزاری لب جر در دل ماما. در آتش غم کاغذ روی من اگر سوخت، از خواهر من کاغذ سر در دل ماما. وای سخنای من میگم من دیگر هیچ کس نه. از کدام سراینده میخواهید یک سرود پیشنهاد بگردد؟ او سید قل بخونم شروع میخونم با تاب دلو میخونم. سید قل بخونم. جهان را در صداقت ها دمودم من، رهی خود را به زحمت ها کشودم من، هر آنچه کیش بینمودم درودم من، همه روز و شبی خود را سرودم من. پشیمان نیستم از عمری پالیدم، به پیری میرسم از خویش بالیدم، به پیری میرسم از خویش بالیدم، به پیری میرسم از خویش بالیدم. عشق چه کلمه زیبا. جوانم به خاطر آمد. جوانم آز چهر میگم درباره عشق. در پرتای پیش صنف ما جای تو بود، در توت قطار لنگر های تو بود. نخست از نگینه رؤوف سرود گلی بادام داریم پیشنهاد میشه. ملکه فیض‌آباد رحمت بسیار زیبا بود، نازاش مرا میکن. گلی بادام دارم یاری خوشنام دارم، گلی بادام دارم یاری خوشنام دارم، برهش منتظرم و دبرشم دارم، برهش منتظرم و دبرشم دارم. چشمی و محبینای چشمی ما ره بینای، چشمی و محبینای چشمی ما ره بینای، سوخت ما را و ولی دلکی خام دارم، سوخت ما را و ولی دلکی خام دارم. گلی بادام دارم یاری خوشنام دارم، گلی بادام دارم یاری خوشنام دارم، برهش منتظرم و دبرشم دارم، برهش منتظرم و دبرشم دارم. هنرمند نوبتی ما فخرالدین ملیک است. مرحمت. ماهی خوبانی گل من یاری جانانی، راز و ارمانی دل من ماهی تابانی. یک سرود شادروان تقای مراد خوشوقت را پیشکش شما میگردانیم. ای اسرار ازل را نه تو دانی و نما، این حرف معما نه تو خوانی و نما، ای هست از پس پرده گفت تو گویی من و تو. دام تا گیره آبرس. جوانا خوش رو بخونه، وطنشون دوست دارن. بیار حقم خوب شده. پیر شدم پیر. خوش رو بخونه، وطنشون دوست دارن. حاضر در فیلارمون محضر دانشگاه ملی با اقراری. ما همجا خط کردیم دانشگاه ملی. میرم دستگیریشون میکنم. خیلی thank you very much.